شاید بهتر باشه از همون لحظه شروع کنم که قلبم تو سینم ایستاد. همون شب، همون نفس آخر مرگ، همون صدای ناله‌ای که چیزی رو از اعماق خاک صدا می کرد. من سامرم. اون شب وقتی صدای ناله‌ای که شنیدم نه از آدم بود نه کاملا حیوانی. صدایی بود که انگار بین دو دنیا گیر کرده بود. من تو باغ ملک بزرگ شدم. یکی از شهرستان‌های خوزستان و نزدیک به ایزه. جایی که نقل‌ها نفس می‌کشند. قصه ها بین مردم زنده‌اند. پدرم مردی با تقوا بود. وقتی هم که مرد خیلی زود بار خونه و زمین افتاد روی دوشم. قبر پدرم کنار قبرستان قدیمی روستاست. جایی که خاکش همیشه با باد مرطوب جنوب بوی عطر نخل و گل میده. مردم اونجا به نشونه ها ایمان داشتن. چشم زخم، طلسم، دعا و این چیزا. من اما تا وقتی دل به درد نچشیده بودم خیلی ساده به دنیا نگاه میکردم. کار میکردم، زمین رو اداره میکردم، بنده خدا بودم. اسم همسر اولم لیلا بود. از بچگی همو میشناختیم. دل به هم دادیم و زدیم به دل زندگی. شب عقد وقتی لیلا رو به خونه بردم همه چیز مثل قصه بود. شمع‌ها، دعاها و خنده اهل فامیل. اما همون شب لیلا تب کرد. تب عجیبی که تا صبح ادامه داشت. مادرم گفت چشم زخمه. اما یادم لیلا بین حق حق هاش جمله‌ای گفت که همیشه تو گوشم مونده. گفت جونور سیاهی روی سینم بود. نفس می‌کشید و زنده بود. روزها گذشت و لیلا حالش بهتر شد. اما نشونه ها از بین نرفت. خوابهای گنگ و جیغ نیمه شب و بیخوابی. نگاه هایی که به نقطه خیره می شد که ما اصلا اونو نمی دیدیم. پزشک محلی گفت شکنندگی اعصابه و چند تا داروی عمومی. اما من می دونستم یه چیز غیر عادی تو کاره. چند ماه بعد لیلا باردار شد. شادی اومد خونمون اما طولی نکشید. بارداری سخت بود، تهوع شدید، ضعف بیوقفه، کابوس‌های شبانه که او رو از پا در می آورد. تو بیمارستان دکترها گفتن مشکلی نیست، ولی فشار و دردای لیلا غیر قابل باور بود. تو هفته آخر وقتی نیمه شب شد لیلا درد کشید و بردیمش بیمارستان. پزشک تا دم در اومد. بعد از تلاش طولانی کودک به دنیا اومد. اما بی نفس بود و مرده به دنیا اومد. اون لحظه، اون هوا، اون سکوت بیرحم هنوز تو گوشم طنین داره. مردم گفتن بخت بد، اما من چشمم به حقیقت بسته نبود. لیلا می گفت چیزی اون شب اونجا بوده و نفسش رو گرفته. کسی حرفی نزد اما سایه بدبختی روی خونمون نشست. 2 سال گذشت، سعی کردیم زندگی رو ادامه بدیم اما زخم تولد مرده هر روز تازه تر می شد. وقتی لیلا دوباره باردار شد قلبم 2 چندان لرزید. این بار اوضاع بدتر بود. خونریزی ناگهانی، ضعف شدید و چیزایی که پزشکا نمیتونستن اسم بذارن. نیمه شب‌ها لیلا میگفت کسی کنار تختش زمزمه میکنه یا صوتی از قبر پدر میاد و اسممو صدا میکنه. تو هفته آخر حالش خیلی بدتر شد. شب مرگش قصه‌ای که هنوز نمیتونم بدون لرزش تعریف کنم. لیلا روی تخت افتاده بود. ناگهان چشمش باز شد و بی صدا به سقف خیره شد. انگار سایه‌ای روی سینه‌اش نشسته بود. من که نزدیک شدم خط‌هایی سیاه روی گردنش دیدم، مثل رد پنجه یا انگشتایی که بدن رو فشار داده بودن. نفسش بند اومد و من هیچ کاری از دستم بر نمی اومد. پزشک گفت ایست قلبی، اما من
اون شب حس کردم دلیل مرگ فراتر از این هاست. نیروی اجنبی و پلید با خون بازی می کرد. 2 سال سوگواری، 2 سال شماتت خودم رو کردم. مادرم هر روز دعا می خوند و مردم از نهضی خونه می گفتن. من شب زنده دار شدم، به قبر پدر می رفتم و ساعتها با زمین حرف می زدم. مگر نه این که باید به خدا ایمان داشته باشیم. اما اون ایمان ضعیف شده بود و گاهی به شک می افتادم. 2 سال بعد خانواده اصرار کردن زندگی رو ادامه بدم. مهسا دختری آرام و ساده از اهالی همون حوالی و عشایری بود. خوبی مهسا این بود که تو نگاهش امید خاموشی بود. چیزایی که کم کم به هم نشون داد دل شکسته هم میتونه دوباره ترمیم بشه. مراسم ساده بود. همسایه ها اومدن، اسب سنتی مهیا شد و من مهسا رو به خونه بردم. فکر میکردم این بار دیگه هیچ چیز تاریک و سیاه ما رو تهدید نمیکنه. طبق رسم ما قبل از هر ازدواج یا کار مهمی باید نذر پدر میکردم. گوسفندی قربانی میکردیم و فاتحه میخوندیم برای آرامش روح پدر. اون روز با نعمان دوست قدیمیم به کوه بنزار رفتیم تا نذر انجام بدیم. هوا تیره و ابری بود. باد میوزید، زمین گل‌آلود شده بود. برگ ها سوت میزدن و همه جا احساس تنهایی میداد. قربانی رو نذر کردیم و فاتحه خوندیم. بعد توی تاریکی راه برگشت رو گرفتیم. تو مسیر برگشت توی دره صدای ناله ضعیف شنیدیم. نزدیک که شدیم چشممون به گودالی افتاد که داخلش موجود کوچیک و خیس تو جل و لجن بود. یه گربه سیاه با چشمایی که تو تاریکی برق میزد. نعمان گفت گربه است، ولش کن، سیاهه. مردم میگن نهضه، اما چیزی تو دل من میگفت نجاتش بده، شاید این نذر تو باشه. گربه رو بیرون کشیدیم، پتویی دورش پیچیدیم و وقتی دستامونو پاک کردیم گربه بی صدا نگامون کرد. نگاه عجیبی، مثل کسی که بیشتر از یه جان داشته باشه. همون شب گربه گوشه ای آرام گرفت و من نامش رو گذاشتم سلوه. اوایل مثل هر حیوان خونگی بود. گاهی میو میکرد، گاهی سراغ غذا میرفت، اما چیزی تو چشمش متفاوت بود. نوری خاموش اما ثابت. مهسا دوستش داشت، اما اهالی روستا زیر لب میگفتن گربه سیاه آوردی نحسه. منم ما خسته از حرف مردم بودم. بعد از لیلا دل دیگه ای نداشتم که بشکنه. سلوه کم کم جزو خونه شد. زمان کوتاهی نگذشت که علائم عجیب شروع شد. مهسا کم کم حالش دگرگون شد و علائم وحشتناک پیدا کرد. من مرحله ها رو یادداشت کردم تا همه بدونن یه انسان چطور از درون بلعیده میشه. بیخوابی و کابوس شبانه، هر شب از خواب میپرید و میگفت صدایی تو گوشش نجوا میکنه. اسمش رو صدا میزد، پتو رو محکم میگرفت و عرق سرد میریخت. سردرد ناگهانی و ضرباندار، انگار چیزی تو سرش میچرخید. سرش میسوخت و بعد بی‌حس میشد. فراموشی لحظه‌ای وسط حرف زدن فراموش میکرد کجا ایستاده یا چرا اون جمله رو گفته. این مرحله ها نه پزشکی، بلکه واقعیتی که دیدم، مثل پله هایی که مهسا ازشون بالا میرفت و من وحشتناکترین ترس ها رو حس میکردم. شب بود، هوا تاریک و سنگین. من کنار تخت مهسا نشسته بودم و نگاه میکردم به نفسهای نامنظمش. چشماش بسته بود و من نمیدونستم چه اتفاقی قراره بیفته. یهو صدای نجوا و دعا از باغ بلند شد، نرم اما پر از قدرت. انگار کسی از ته دلش با خدا حرف میزد.
اول فکر کردم همسایه‌هان، اما صدا خیلی نزدیک و عجیب بود. انگار از زمین و درخت‌ها می اومد. انگار خود باغ زنده شده بود. کنجکاوی و ترس همزمان منو کشید سمت باغ. وقتی رسیدم، گربه سیاه سلوه روی سنگ باغ نشسته بود، اما ناگهان قامتش کش اومد و به شکل یک زن پوشیده در چادر سفید در اومد. دستاش و انگشتاش شبیه پنجه های کشیده و نرم بود و نوری خاموش و مرموز از چشماش میتابید. اون زن داشت عبادت میکرد. سرش رو به پایین خم کرده و زمزمه میکرد. صدای دعا و نیروهای عجیب با هم ترکیب شده بود. صداش آرامش بخش اما وحشتناک بود. مثل چیزی که بین دو دنیا گیر کرده باشه. هر واژه‌ای که میگفت هوا سنگین‌تر میشد. نفس کشیدن سخت‌تر. اما دلم هم حس میکرد چیزی مقدس و واقعی در کاره. صلب سرش رو بلند کرد و به من نگاه کرد. نگاهش طوری بود که هیچ انسانی نمیتونست تحمل کنه. مثل نوری که از اعماق دو دنیا میتابه. بعد با صدای نرم و اما قطعی گفت: سامر، من جن مسلمانم. اومدم کمک کنم، نه آسیب بزنم. من مثل یخ زده ایستادم. نمیدونستم فرار کنم یا جلو برم. اون دستاش رو بالا برد و نوری از کف دستاش بیرون زد. زمین کمی لرزید اما حس کردم باید اعتماد کنم. حس کردم میخواست بگه نگران نباش، فقط ایمان داشته باش. در همون لحظه بود که فهمیدم چرا لیلا و بعد مهسا اینقدر درد کشیدن. طلسم و نیروی پلیدی که تو خونه نفوذ کرده بود. فقط با حضور صلوه این موجود مسلمان قابل شکست بود. تازه اون موقع بود که فهمیدم نجات گربه سیاه نه یک کار ساده، بلکه شروع بازگشت ایمان و برکت به زندگی ما بود. صلوه گفت دلیل مرگ لیلا و بیماری مهسا طلسم قدیمیه. ساخته یکی از اقوام حسود کنار قبر پدر. موکل شیطانی فرصت پیدا کرده بود. قبیله صلوه جنهای مسلمانن که گاهی به شکل حیوان در میان تا کمک کنن. به توصیه صلوه رفتم پیش سید موسی، مردی با تقوا. دعاها رو نوشت و گفت باید کنار طلسم دفن شوند. شب وقتی ماه نیمه بود همراه دوستان رفتیم. خاک رو کندیم. بوی تند و خاک تازه زد تو دماغمون. پارچه‌ای سیاه با نامه‌ای که نامم روش بود پیدا شد. صلوه کنار ما بود. چشماش در تاریکی می درخشید. دعاها رو کنار پارچه گذاشتیم و دوباره خاک ریختیم. چند روز بعد مهسا بهتر شد. بیخوابی و سردرد و کبودی ها ناپدید شدن. ماها بعد دوباره باردار شد و این بار فرزند سالم به دنیا اومد. صلوه هنوز گاهی ظاهر می شد، گاهی گربه، گاهی انسان. سالها گذشت و 4 فرزند داشتیم. حالا شما بگید اگر جای من بودید باز همون گربه سیاه رو نجات می دادید؟ جوابشو تو کامنت ها برامون بنویسین. از روحیه دادن به ما دریغ نکنید. کانال ما یعنی کانال کابوس واقعی رو سابسکرایب کنید.